خب جو برادر السلام علیکم دوستان محترم، یک سوال داشتم. برای خاطره را قوی کردن چیکار کنیم؟ التماس جواب دید. اکنون برای یعنی ذهنت پاکیزه کردن و فهمیش خوب کردن، خاطره را یعنی قوی کردن، شما کلمه استغفار، کلمه استغفرالله را زیاد کنید. یک مقاله دارم میگن حالت میشد که یعنی من پریشان خاطر میشدم، فراموش خاطر میشدم، ذهن من فهمیشم کم میشد، چیزهای خوانده بودم اونها را یعنی در فکر در یاد آوردن نمیتوانستم. تا 1000 بار روزش استغفرالله میگفتم. وقتی تا 1000 بار استغفرالله میگفتم، خداوند دوباره فهمیش و یعنی ذهن من در جای خودش می آورد. شما هم باشه برادر عزیز، برای خوب شدن ذهن، برای خوب شدن یعنی فهمیش، کلمه استغفار یعنی وظیفه کنه. بعد از آن یگان انسان حجامگر خوب بیابه، از سرتون خون گیره، از سر حجامه کنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلام برای کامل شدن یعنی زیاد شدن فهمیش و عقل، یعنی برای خوب شدن ذهنم حجامه را گفت. السلام علیکم و رحمت الله. برادران عزیز، صحتون خوبه ان شاء الله. اینجا برادران عزیز حجامه خانه ازیا میگم. ازیا حجامه در خدمت همه شما برادران عزیز. بیا ان شاء الله با مثل برادر حجامه تو میکنیم. چقدر که میبینید 5 تا بانکه در سرش موندیم، موندگیش در پشتش موندگیم. از حجامهش میکنیم، با درشته تماشا کنیم چقدر خونش میبره برادر ما. چند قشید نگرفته؟ یک سال شده. از میبینید چقدر خونش میبره برادران عزیز. تو آخر تماشا کنیم، لایک و اختیار بگذارن که بچه کوی که کلاگین دست حجامه بیان ان شاء الله ما در خدمتیم. این از حجامه در خدمت خواب از حجامهش میکنیم. ببینید این برادر جونوی ما چقدر که میبینه برادر حجامه کردیم ماشاءالله بهترین خون رو برآمده. خونش نکی غاص جزیر. اینا یا سونا داروهای طبابتی برای هر یکی ما و شما: سامیوان برای فربه شدن، روغن سیاه‌دانه، اپیمدیوم نیاپاستا برای پراستاتیت، مینوکسیدیل برای قفز کردن ریش، مسلا خلبی برای درد گرده ها، کپسولای سیاه‌دانه برای تمام دردها و اینچنین مغز برای زیاد کردن علاقه با همسری خود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. با نرخ‌های دسترس برای شما.